کنترل ذهن. چجوری ذهن خودمون رو کنترل کنیم؟ ببین چند تا تکنیک هست بهت میگم برای کنترل کردن ذهنته. حتما تمام ما آدم ها تو زندگیمون کارهایی خواستیم بکنیم، ذهن یاوه‌گویی هایی که داشت نذاشت به اون هدف اون کاری که میخواستیم انجام بدیم و انجام ندادیم. پس چی کار باید بکنیم؟ اولین کاری که باید بکنیم، آدم هایی که یاوه‌گویی و منفی هستن باید از خودمون دور بکنیم. این آدم ها نمیذارن شما به چیزی که میخواین تمرکز بکنین. بعد کاری که میخوای انجام بدی با هیچ کسی مشورت نکن، با کسی مشورت بکن که طرف خودش تجربه کرده، طرف خودش این چیزو حس کرده. با آدمی که هیچ مشورتی میکنی که طرف هیچی نمیدونه از این موضوع، اون یک نبت بگه یعنی تو کارت خراب شده. یعنی 15 نفر باید بهت بگن میشه که اون کارو تو بری انجام بدی. پس فرکانس دادن افرادم خیلی مهمه. آدم هایی که فرکانس پایین هستن خب مسلما تو کارشون که موفق نشدن. شما با این افراد وقتی میری مشاوره میگیری مطمئنا با شکست مواجه میشی. بعد چی کار باید بکنیم؟ یاوه‌گویی های ذهنمون رو کنترل بکنیم. کنترل کردن، زمانی که ذهنت یاوه‌گویی داره رو دست زبدر بزن، به خودت یادآوری کن، یه آب بخور، بلند شو، خودتو مشغول یک چیزی، یک کاری بکن. یاوه‌گویی های ذهنتو اون لحظه فراموش بکن. به ذهنت بگو من باورت ندارم. این یکی از تکنیک‌های خیلی مهمیه. یکی از تکنیک‌هایی که تمام ثروتمندان آگاه از این تکنیک استفاده کردن. این تکنیک ها رو شاید مردم‌های عادی، افراد عادی ندونن، ولی این تکنیک ها خیلی کمکت میکنه برای رسیدن به اهدافت، برای رسیدن به چیزهایی که میخوای، برای کارهایی که میخوای انجام بدی. و چیز بعدی چیه؟ به گوشی داخل وقتی میری یه چیزی رو نگاه میگی، یه چیز منفی رو نگاه میکنی، جذب ناخودآگاهت میشه. شاید اون کاری که بخوای انجام بدی مرتبط به اون باشه. وقتی ترس و اون ناخودآگاه به خود جذب کنی، خب مسلما اون کار رو انجام نمیدی، مسلما میترسی. ماتریکس سراغت میاد، ماتریکس میاد ذهن تو تسخیر میکنه و هیچ کاری تو نمیتونی انجام بدی. همش هم ترس داری که این کار رو که انجام بدی نه بشه. نه، کاری که میخوای انجام بدی هیچ موقع توش نه نیار. اگه کاری که میخوای بری انجام بدی شک داری، نه که تو کاری میخوای بیاری، اصلا اون کار رو انجام نده، چون اون کار اصلا به دردت نمیخوره. واقعا به دردت نمیخوره. چون چرا؟ تو میری اون کار رو انجام میدی، اون ذهنت منفی یاوه‌گویی های از قبل داشته و نتونستی کنترلش بکنی، نتونستی ساکتش بکنی. اون ذهن تو رو به مرور زمان تو کارت بیچارت میکنه. و کاری هم که میخوای انجام بدی رو برو انجام بده. به خودت افتخار کن، به خودت هیچ موقع سرزنش نکن. کاری که میخوای انجام بدی رو برو انجام بده. به خودت افتخار کن، حداقل تجربه کسب کردی. به کسایی که کاری که میخوای انجام نشده نرو نگو. چون میدونی چرا؟ چون اونا یکی نهشون گفتن باعث میشه که 15 نفر بهت بگن آره و اون کارو تو باید انجام بدی. پس کنترل کردن ذهن تکنیک هایی داره که باید انجامش بدی. و افراد خیلی مهمه، گوشی فرکانس بسیار بالایی داره و در روز ببین به چیا رو دنبال میکنی، چه افرادی رو دنبال میکنی، چیا رو میبینی، ناخودآگاه جذبشون میکنی. اینا خیلی مهمه. کنترل کردن ذهن به همین راحتی هم نیست، ولی تکنیکی داره که انجامش بدی به مرور برات خیلی عادی میشه. اون چیزهای منفی از ذهنت میره بیرون، آدمهای منفی ازت فاصله میگیرن، دور میشن و زندگی اصلا متحول میشه. زندگی یه جور دیگه میشه، زندگی بهتر میشه، آگاهتر میشی، کارهاتو با آگاهی انجام میدی، دیگه تو جهل نیستی، دیگه تو سیاهی نیستی. پس تو جایی که میتونی ذهن خودتو کنترل بکن. کنترل کردن ذهن
هم سخته و هم خیلی هم راحته به مرور انجام دادنش.